خوشمزه ترین شیرینی لطیفه رو درست کنیم به سبک کارگاهی. زرده تخم مرغ رو میریزم داخل کاسه همزنم. 175 گرم شکر رو بهش اضافه میکنم. حدود 10 تا 15 دقیقه با دور همزنم میزنم تا قشنگ کرمی رنگ شه. خب این بعد از 10 دقیقه هم زدن زرده ها با شکر. 1.5 تخم مرغ بهش اضافه میکنم. چند ثانیه میذارم قشنگ هم بخوره. بیکینگ پودر و وانیلمو میریزم روی آرد، رودش میکنم. حالا الکش میکنم. اینجا کم به تخم مرغ و شکر اضافه میکنم و آروم هم میزنم. موادمون به این صورت شد. ماسوره ساده انداختم تو. رو قند الک کنیم. با دمای 220 درجه حدود 10 دقیقه میذارم توی فرن. اینجا 500 گرم خامه قنادی رو با همزن میزنیم تا کامل فرم بگیره. خنک شد، از سینی آروم جداش میکنیم. با یکی دیگه چفتش میکنم این شکلی. حالا کپسول بذاریم. پسته برای دیزاین بریزید روش. چقدر نرم و لطیفه.